خب رفقا، من با حالت نرمالم برگشتم تا با یه ویدیو جالب کمی بهتون هیجان تزریق کنم و کیف کنید. این روزا سریال خاندان اژدها در حال پخشه و اگه شما دنبال کننده این سریال هستین میدونین که سیاها و سبزها با هم درگیرن. اما تو این ویدیو میخوام دوتا از اژدهاهای فوق خفن و بزرگ تو این دنیا رو که یکیشون دست سبزهاست و دیگری دست سیاهاست رو مقایسه بکنم. توجه داشته باشین که این ویدیو هیچ نوع اسپویلی داخلش نیست و به راحتی میتونین این مقایسه جالب رو ببینید و لذت ببرید. لازم به ذکره که باید بگم اژدهایی که سیاها دارن و خیلی بزرگه و سورپرایزیه برای سبزها همونیه که توی قسمت آخر فصل 1 دیمون رفت سراغش و تو این ویدیو راجع به اون هم بیشتر خواهید فهمید. قبل از شروع اگه اولین بارته که چنل من به چشت میخوره حتما سابش کن تا محتواهای خفن آینده و گذشته رو از دست ندی. بدون مقدمه بریم که شروع کنیم. جناب اگان فاتح که اولین تارگریان خفن هستش سوار بر بزرگترین اژدهای خودش یعنی بالریون به وستروس حمله میکنه. این اژدها به قدری بزرگ و عظیم و جثه بود که سایش میتونست یک شهر کامل رو در تاریکی فرو کنه. پشمام. البته اگان تنها نبوده و با دوتا از خواهراش که سوار بر ویگار و مراکسس بودن به وستروس حمله میکنه. اما بعد از فتح وستروس اگان و خواهراش تخم اژدهایان بسیاری رو تولید کردند که یکی از شناخته شده ترین اونها ورمسور نام داشت. موجودی قدرتمند و بسیار بزرگ که به رنگ برنز بوده و همون اژدهایی هستش که دیمون پیدا کرده و بیش از 100 سال سن داره. حالا در دنیای حال حاضری که داخل سریال شاهدش هستیم دوتا اژدها وجود داره که از بقیه خیلی بزرگترن که یکیش دست سبزهاست و اول میخوام راجع به اون صحبت. خب من از ویگار شروع میکنم که سبزها طبق عادتشون دزدیدنش و الان دست پسر آلیسنت یعنی ایمون تارگریان هستش و تقریبا 180 سال سن داره و به گفته بعضی از منابع این اژدها مؤنثه که البته من یکی دو جای دیگه خوندم که میگن تو کتاب اصلا اژدهاها جنسیت ندارن، ولی خب سعیم بر اینه که اطلاعات کاملی رو در اختیارتون قرار بدم. رنگ ویگار سبزه و تولید کننده های سریال به صورت رسمی اندازه این هیولا رو 150 متر و طول بالهاش رو بین 270 تا 300 متر دونستن، ولی با اندازه‌گیری هایی که توسط بعضی از طرفدارای دو آتیشه این سریال انجام شده ویگاری که ما تو سریال شاهدش هستیم حدودای 80 متر طول و فاصله بین دو بالش تقریبا 150 متره. از بزرگی این هیولا در این حد بگم که میشه سوار بر اسب وارد گلوش شد. نفس آتشین این موجود چنان گرمه که میتونه زره یه شوالیه رو ذوب کنه. ویگار رو میشه با عنوان با تجربه ترین اژدهای تمام دوران خطاب کرد، زیرا نه تنها حضور تاثیرگذاری در نبرد وستروس داشته بلکه بعدها نیز در دهها نبرد کوچک و بزرگ دیگر شرکت کرد و آوازش در بین تمامی خاندانها پیچیده. در طی نبرد میدان آتش رو در کنار مراکسس و بالریون بیش از 4000 نفر رو سوزونده و صحنه مخوف رو رقم زد. لازم به ذکره که بگم ویگار مادر بزرگ اژدهایان هم نامیده میشه. ویگار به دلیل سایز بزرگش نسبت به بقیه اژدهاها کمی کندتر هستش، ولی با این حساب باز هم قدرت مانور بالایی داره و آرواره‌های قدرتمندی هم داره که ما هم آخرای فصل 1 هم تو قسمت 4 فصل 2 شاهدش بودیم. در حال حاضر ویگار سوارکار خوبی هم داره، یعنی ایموند که جنگجوی خوبیه و میشه گفت ورژن دیگری از دیمون تارگریان محسوب میشه، البته ورژن ضعیفترش. و چون ایموند از زمان نوجوانی سوارکار ویگار بوده تقریبا هماهنگی‌های لازم رو با هم دارن. البته بعضی وقتا ممکنه این هیولا از کوره در بره و نشه کنترلش کرد، درست مثل سکانسی که تو قسمت آخر فصل 1 شاهدش بود. در کل سبزها با داشتن ویگار باعث شدن که سیاها جرأت حمله به کینگز لندینگ رو نداشته باشن، چون ویگار یه تنه از اونجا محافظت میکنه. توانایی اصلی ویگار حمله به قلعه ها و دژهای غیر قابل نفوذ هستش که یه تهدید بزرگ برای دراگونستون به حساب میاد. اما اطلاعاتی راجع به اژدهایی که دیمون تارگریان در آخر فصل 1 پیدا کرد، یعنی ورمسور.
این اژدها ملقب به خشم برنزی هستش، مذکره و رنگش هم برنزی هستش. ورمسور بعد از ویگار بزرگترین اژدهای سریال هستش که در قسمت 10 فصل 1 دیمون اون رو پیدا کرد و در تریلر فصل 2 هم دیدیم که رینرا در مقابلش ایستاده. البته تو سریال از نظر ظاهری این هیولا رو یکم تغییر دادن و خفن‌تر شد. این لعنتی تقریبا 80 سال از ویگار جوان‌تره و از لحاظ سایز هم میشه گفت 80% ویگاره. از ورمسور به عنوان اژدهای با وقار یاد میشه. مطمئنم به خاطر سایز کوچکتر و سن کمتر ورمسور از ویگار چابکتر هستش و در مقابل ویگار قدرتش بالاست و آتش قدرتمندی هم میده، ولی تجربه شرکت در نبردهای زیادی رو نداره. با این حال یکی از مخوفترین اژدهایان تاریخ وستروس محسوب میشه. این اژدها در جوانی به حدی قدرتمند بود که به راحتی با نفس خودش میتونست یک سنگ رو ذوب کنه. ورمسور رو شاه جهاریس اول میروند که بعد از مرگش اون بی سوار میمونه و تو یکی از غارهای آکنده از دود برای چند دهه بدون صاحب زندگی میکنه و کسی جرئت نمیکرده بره سراغش، که تو سریال دیدیم دیمون پیداش کرد. البته تفاوت‌هایی در کتاب و سریال وجود داره. در کتاب کسی جرأت رام کردن این هیولا رو نداشت که در نهایت یک یاری حرومزاده آهنگری به اسم یوهامر این هیولا رو رام میکنه و برای سیاها میجنگه. اما تو سریال دیدیم که اول دیمون رفت سراغش، مگه اینکه تو فصل 2 شاهد این داستان باشیم. این اژدها چون سالها به صورت آزاد زندگی کرده از نظر سایز رشد بالایی داشت، برای همین نزدیک به ویگار هستش. ویژگی ورمسور اینه که رام کردنش خیلی سخته، ولی اگه کسی بتونه کنترلش رو به دست بگیره ممکنه حتی از ویگار هم خطرناکتر باشه. حالا باید دید چه کسی سوار این هیولا میشه و در مقابل ویگار ازش استفاده میکنه. نظر شما چیه؟ به نظرتون شاهد تقابل ویگار و ورمسور خواهیم بود یا طبق کتاب دیمون با اژدهای خودش یعنی کراکسس میره سراغ ویگار؟ لازمه اینم بگم که کراکسس و ویگار در گذشته با هم همکاریایی هم داشتن، یعنی با هم تو چندین نبرد حضور داشتن، به خصوص در نبردهایی که در سرزمین دورن اتفاق افتاده. خلاصه شما هم نظرتون رو کامنت کنید. تا یه ویدیو دیگه شما رو به او می سپارم. بدرود.